همون سال 95 هم که شما در تبعید بودید، بالاخره بعد از تقریبا 12 سال مجمع عمومی کانون برگزار شد سال 95 و شما هم مجددا عضو هیئت مدیره شدید. یه نقدی مطرح هست سر این مسائل و اون اینه که خب آقای باقانی از سال 80 تا الان که مثلا 21 سال گذشته عضو در واقع مجمع عمومی بوده، عضو هیئت مدیره بوده. خودتون اگر بهتون بگن آقا خیلی زمان زیادیه و چرا از یه جایی به بعد فکر نکردید که خب باید برید کنار، مثلا چه پاسخی میدید؟ اگر من هنوز معتقد به این، یعنی دفاع از این همون دیدگاه نظری خودم دارم. ماها معمولا احساس میکنیم الان ما نبودنمون تو کانون خوب یا نه؟ خب این یه بحث دیگه است، ولی بحث اینه که مثلا همینه. الان من نبودنم تو کانون به نظر من یه خسارتی است. من تو کانون باشم، تو هیئت مدیره باشم، به دلایلی برای کانون مفیده. من اینجا راحت ترم الان. یعنی میگید مادام العمر بعد افراد هیئت مدیره باشن. بعد وقتی احساس شد اولا هیئت مدیره ما عوض میشد، دوم دموکراسی رأی میاره، سوم کسانی که میمونن که تجربه دارن این تجربه آروم آروم به جوانان منتقل کنن و تو حاشیه باشن، تو کنار باشن، با قانون باشن، نه عضو جدید بیاد. اما تو شرایطی که شما میبینید انتخابات نمیذارن بشه، بچه جدید نمیخوان اینی که ما میفهمیم دیگه، درسته؟ همه ترسان عضو هیئت مدیره هستن. منفعتی نداره قانون، جز هزینه چی داره قانون؟ اینی که من تو دیگه میدونید، درسته؟ پس اون که دلش میسوزه باید تو هیئت مدیره باشه دیگه. من نباشم خلأ منه. من فکر می‌کنم من و بهشتی و افتحی و شعبانی و شما و اونا تو الان تو قانون باشیم، قانون چیه؟ زنده تره. خب این در واقع از نگاه بیرونی نه، از نگاه بیرونی که نگاه میکنم میگن آقا اینا هم خب مثل همین حکومت جمهوری اسلامی هستن، اومدن رو اریکه قدرت مثلا به یه تعبیری نشستن، حالا با توجیهاتی نمیرن کنار و اینو همینجوری دارن ادامه میدن. اونی که ما الان مثلا من به خود که دو تا شرکت نمیکنم کردن نفع، اینی که ما میدونیم که حقیقتا ما وقتی نهاد مدنی میسازیم باید این مطمئن باشیم این نهاد مدنی که ساخته خود ماست، مثلا این شرکت اون نیست. اگر رها کردن ما به نفع اعضای شرکت اونی نیست. تجربه اینه شو ما اصلا نهاد شکر رفت زندان دیگه اومدیم بیرون، اونا قصدشون شرکت اونی رو خراب کنن و خراب کردن شرکت اونی رو. پس ما باید یه مواضعی رو انتخاب بکنیم که به نفع کانون یا شرکت اونی یا شورای هماهنگی باشه. چقدر نقش سرکوب رو جدی می‌بینید در این که در این تداومه؟ یعنی مثلا خیلی زیاد، خیلی متأسفانه دولت دوباره برگشت به جامعه سخت سرکوبی. بعد دولت خاتمی اینا میشد یا حسن روحانی که فضا باز بشه، اما دوباره با این جریانی که آقا رئیسی پیش اومد اینها دولت دیگه اصلا قبل این نفسی کشیده میشد، نفس‌ها رو سرکوب میکنه. الان دیگه نفس هم کشیده نمیشه، یعنی قدرت تنفس اصلا نیست. یعنی خود آدمام از خودشون در واقع میگن بل کن، سکوت کن. توی این هیئت مدیره 95 به بعد که آقای فلاحی دبیر کل کانون شد و اینا، البته خب یه سالایش من نبودم، زندان بودم، ولی به نظر میاد شما دیگه اون نقش پررنگ گذشته رو ندارید. خودتون نمیخواستید این نقش رو داشته باشید یا فکر میکنید عواملی وجود داشت که نتونید اون نقش پررنگ رو من الان گذشته همیشه دوست داشتم نقش پررنگ داشته باشم، نه به خاطر خودم، به خاطر منافع قانون و دفاع از قانون و اینها و پیش بردن کار و زنده نگه داشتن قانون. اما شرایط کلا نذاشته من باشم. من اگر الانم این نقش به من داده بشه و بتونم یا داده بشه یا شرایطی وجود بیاد، درست باز این نقش رو ایفا میکنم. یعنی برای قانون ارزشش رو داره، گرچه این باید زوایای مختلف من فشار رو میاد که تو نرو، تو ول کن، تو همین دیگه خودی ها میگن، باید تعریف آقا با شما بیایید. اما مثل خودی ها خوشحالن که دقیقا این حرف جهت من میگم اینو جهت مخالف نمیگم، با تو نرو دیگه، چیکار داری تو اینجا؟ تو نرو، به من خط کشیدن، تو نرو. اما متأسفانه این گاهی این دو تا خط به هم میرسه و این خیلی بده. وقتی اینو ما با درکمون این باشه که
وقتی یه طرف اون فشار میاره که آقای باقانی تو قانون نباشه، اونا فشار بیارن که بیا، اونا بیان جلسه رو خونه من تشکیل بده، منو دعوت کن اونجا. میدونی این به این درک هنوز نرسیدیم، به این درک که اینو انتخاب از شرایط ما افراد رو بفهمیم. یعنی چی میخوام بگم؟ وقتی از اینجا دارن آدمای دیگه فشار میارن که آقا تو نرو، چیکار داری، تو بلش کن، تو هزینت بسه، تو دیگه مشکل میشه برات، بعد اونو بگن آقا باقی بیا تو معلوم مؤثری هنوز. اینی که نیستیم. چون من تو دوره کلین بیشتر جهتگیریامو از سمت تو کشور مثل ما میدونید حاکمیت ها خیلی قویه است. این که اونا باید این درک داشته. من همیشه الان به شما که جوانی توصیه میکنم همیشه یه قسمت از اون طراحی و استراتژی یا راهبرداتون رو با سمت مقابلتون ببندید که اون حاکمیت چیکار میکنه شما اونو ببینید. ما تو شرایط آزاد نیستیم، ما یک کشور دموکراسی نیستیم که بشینیم شرایط دموکراسی، قانون اساسی و اینا. یک از نقدای به من اینه. اما من نسبت به شرایط تصمیم میگرفتم. ما تو شرایط عادی نیستیم. شرایطی که من نگرانم، تو نگرانی، معلمان نگرانن، اونا نگرانن، دولت قدرتمنده، حاکمیت مثلا زنداناش فعالن. ما باید نسبت به این شرایط تصمیم بگیریم. گوش تصمیم ها از قاب بیرونی عقلانی نیست. مثلا میگن شما عضو بگیرید، عضوگیری کنید، مثلا شما دفتر باید داشته باشید، شما تابلو باید باشید. تابلو میکشن پایین، دفتر میبندن، عضوم تو مدرسه ها نمیذارن. باید یک راه دیگه پیدا کرد. اون راه که از دور غیر قانونی، غیر عرفی، غیر منطقی به حساب میاد. اما خود شما بکنم یه سری موارد زیادی رو ثبت کردید، خاطره نوشتید، یادداشت نوشتید، تو بازداشت آخر اومدن بردن دیگه، درسته؟ تحویل هم ندادن. آقای باقانی، حالا قبل از اینکه به سال 401 برسیم و بازداشت آخرتون، یه سری مواردی هست توی مجموعه ما که محل مناقشه است، مثل همین بحث صنف و سیاست که اشاره کردید. مثلا کجا کار صنفیه، کجا کار سیاسیه. این همیشه از سالها بوده که من حتی داشتم فیلم‌های مربوط به دهه 80 نگاه می‌کردم، دیدم همون زمان هم این بحث مطرح بوده، هنوز هم در واقع محل مناقشه است که شما در موردش هم صحبت کردید. یکی از موارد دیگه‌ای که تقریبا دهه 90 به بعد مطرح میشه بحث معلم و کارگره. اینکه آیا معلم کارگره؟ یعنی یه کسانی توی مجموعه ما هستن میگن خب معلم‌ها جزو طبقه کارگرن، یعنی معلم در واقع مزبگیر فکریه، یعنی در واقع مثل توی همون طبقه کارگر تحلیلش میکنن. شما آیا همچین تحلیل رو قبول دارید؟ نه، مسلماً معلمین رو به دلایل گوناگون کارگر نمیدونن. یه فعال اجتماعی هستن، یه شغل اجتماعی دارن، اما شغل اجتماعیشون البته من نمیتونم چرا این سال پیش میاد. مثلا طبقه پزشکان کارگرن، اونا میگن آره دیگه، استاد دانشگاه کارگره. با اون تعریف اونا آره. این نیست دیگه، این نیست. هر کسی وظیفه خاصی داره. کارگر به مفهوم یک عامل تاثیرگذار این منفعت‌زا برای کشور آره. یعنی همه یه جوری فکر میکنن، کار میکنن، شغلی دارن که برای کشورشون مفید باشن، برای خانوادهشون. با این تحلیل خیلی مبهم و کلی همه کارگرن. مثلا اینکه بچه سرمایه داران بس کارگرن، بازاریان مثلا کارگر، بازار کله گنده ها. پس شما معلمان جزو طبقه کارگر به حساب نمیارید؟ نه یه طبقه، اما این تو طبقات رو هم تاثیر دارن، طبقات از هم اثر میپذیرن، طبقات در واقع تأثیرات گوناگون مختلفی دارن. برای همین دنیا همین نگاه داره. دنیا چرا روز کارگر گذاشته؟ روز کارگر گذاشته استاد دانشگاه میان؟ نه. کشاورزا میان؟ نه. صنعتگرا کارگراشون میان اما بومان اونا نمیان. روز کارگر روز کارگره، به دلیلی که توجه به کارگر بره. کارگرم صنف معلومه شخصیتش. نه من کارگر
به مفهوم کارگر صرف نمیدونم. دیدگاه شما در مورد ارتباط با تشکل‌های کارگری به صورت گسترده که به نوعی منجر به یک پیوند و همبستگی بشه، این به این چجوری نگاه میکنه؟ من از نگاه این که با احزاب، با نهادهای مدنی، با کارگران اینو اعمال ما با اون یادتونه ما با اون چیا بود که خودش در واقع عضوش بود ارتباط داشتی با کارگرها، با نقاشا مثلا خود رامی اون که الان میگفتیم شارخ کارگر نقاش بود دیگه. بله. با نقاشا، با صنعتگرا، با من باز اصناف گوناگون صنف. من یه زمانی همون سال 75 یه طرحی دادم، 85 هم یه طرحی دادم به مجلس هم دادم به عنوان مجلس صنفی. استدلالم این بود که از هر صنفی 2 نماینده برن تو مجلس، چون درک صنفی دارن و کشور اگر 2 کارگر، 2 روحانی، 2 کشاورز، 2 صنعتگر، 2 معلم، 2 زن، 2 روحانی برن به مجلس، اینا فهم کلی دارن. بقیه قوانین هم قوانین اسلامیه دیگه، به ما ربطی نداره، حوزه تعیین میکنه میزنه. ما کار کارگر رو، کار اصناف رو در واقع اینجوری پیدا کنیم. مجلس صنفی، من مجلس ما باید مجلس صنفی باشه. از این جهت من رو مجلس خیلی تاکید داشتم. مجلس اگه مجلس صنفی باشه میتونه درد جامعه رو حل کنه. اما مجلس ما الان هیچ کار است اصلا، نه صنف، نه سیاست، نه هیچی نیست. و اینکه روز جهانی کارگر، روز معلم با هم برگزار بشه، کارگران و معلمان، اصلا موافق نیست. موافق نیستی؟ من به استقلال کارگرها و احترام به کارگرها وامیستم، براشون تمام قد وامیستم. کارگرها دوره ارزش یه روز خاص باید داشته باشن. دارن اصلا روز 11 در واقع 11 ماه اون چی اکتبر مال اوناست، 1 می 11 می. خب اون مال اوناست اصلا. اونا ما باید وایسیم بهشون توجه کنیم، یه نمادی داشته باشن. روز معلم آره که مثلا هم یه بحثی هست که همزمان با کارگرا معلم تو همون روز بیان تجمع. نه این غلطه بذارن. این در آمیختن منافع همدیگه است، خلط موضوع. حاکم ها همین نمیخوان، مثل که منافع همه بعد کم کم جوره میگن آقا منافع همه تو 22 با هم تعیین میشه، بیاد بشن مثلا 22 یوم الله میاد. خب این همگرایی بین صنوف چجوری وجود میاد؟ یعنی صرف نظر از این مجلس صنفی که به نظر نمیاد تو این شرایط کنونی و حتی تا اطلاع ما باید بلند مدت راهبردان باید بلند مدت مطرح کنیم. این یک. دوما ما باید نشست‌های که کشور آزاد اتحادیه‌ها بیان با هم بشینن. حالا بهش فدراسیون میگن، چی میگن، یک اینجوری کلان یک فدراتیو ما بسازیم، یک مجموعه کلان مجلس اینجوری بسازیم، نهادهای مدنی صنفی بیان اون حضور داشته باشن. اگر نمیتونیم مجلس رو دست بگیریم، این نهادها رو که میتونیم یک جامعه باز البته از کارگران، معلمان، صنعتگران، کشاورزان، دهقانان دعوت کنیم تو اون مجلس صنفی کارگر دانشجویان، اونجا برعکس خیلی میشه به هم کمک کرد و دیدگاه رو به هم نزدیک. من به خیلی اعتقاد دارم برای آینده کشور اگه این کار صورت بگیره، یعنی بتونیم نهادهای کارگری رو، قلم معلمی رو، ما با پرستارا خیلی زحمت کشیدیم که بتونیم اونا رفتن دولتی شدن مجوز گرفتن. ما خیلی جلسه باشه پنهانیم جلسه داشتم. من خیلی از این افراد پنهانی جلسه داشتم. با پرستارا داشتم که مثلا با یک دیلگی داشتم، با دانشجوها داشتم که بشه هممون اینجوری بودن مستقل باشیم، به طور مستقل اما با هم باشیم. خیلی خوبه. هم افزایی داشته باشیم. کارگرها، معلم‌ها، صنعتکارا، نقاشا، اینا، استادان دانشگاه، روحانیت، اینا توی جامعه باز میشه این کارو درست کرد که نمایندگان یا بیان بعد به هم نزدیک کنیم. منافع ملی ما چیه؟ اون وقت اونجا شاید بشه حوزه سنت و سیاست رو حل کرد. سیاسیون کار خودشون بکنن، نماینده سیاسی ها بیان مسائلشون رو بگن. ما یک طیف، یک جناح سیاسی مشخصن، احزاب نمایندهاشون بیان، نماینده احزاب بیان که کار سیاسی میکنن، اونایی که حقوقی کار میکنن، اونایی که صنفی کار میکنن، اونایی که مدنی کار میکنن، اونایی که محیط زیستی کار میکنن. ما این میتونیم این کارو بکنیم. شما جوونا میتونید، طولانی شد ما دیگه حالا عمری نداریم. من هنوز آرزوام اینه که مثلا ما با نهاد معلمین، با پرستاران، با کارگران، با اینا متحد کنیم و اون وقتی که میتونیم این اصناف میتونن رو حاکمیت تاثیر داشته باشن. رئیس جمهور افتخار میکنه به اینجا صحبت کنه.
میشه پادو این نهادهای اینا که رأی براش میارن، اینا براش کار میکنن. یه نکته دیگه این که شما از در واقع از سال 80 به این ببخشید من برای کار تلاش کردم و نتونستم، یعنی گاهی افراطی من به خاطر تلاشم به ارتباط با اینکه با احزاب همه بازدید داشتم، با کارگرها بازدید داشتم، با رفیق شدم باهاشون، چپ و راست و مسلمان و کافرم برام نداشته، یعنی تو کار سنفی من هیچ کدوم اینا نداشته. از سال 80 که اومدید قانون صنفی از مجمع دوم در واقع عضو هیئت مدیره بودید تا الان، فکر می‌کنید قانون صنفی معلمان، حالا در سطح کلانتر شورای هماهنگی، نسبت به حضور زنان معلم در فعالیت‌های صنفی چه رویکردی داشته؟ کمک کننده بوده، مانع بوده؟ و اگر به دلایلی حضور زنان کم رنگ بوده به خاطر نوع مناسبات حاکم بر قانون و مردهایی که فعال بودن بوده، یا نه خودشون زنها به دلایل مختلف و شاید از جمله سرکوب هم باشه کمتر ورود و ظهور داشتن؟ یک از امتیازات قانون صنفی معلمان اینه که واقعا اصلا جنسیت توش مهم نبود، هیچ وقت برای ما جنسیت مهم نبوده. همین زمان شما دو تا خانم خود شما و اون خانم پاکزمیرا دو تا اونجا بودن، قبلا خانم حیدری، خانم دهقان، خانم در واقع سلیمی، ما تعداد خانم‌ها از آقایون بیشتر بوده. خب این مال سالای از اول هم سال 95 به این وره، همون که با آقای پروسوق ازدواج کرد، اصلا دبیر ما بودون و خب ازدواج کرد بود. بعدش خانم دیگه همینطوری بود. خانم اصلا یکی از بنیانگذاران ما خانم اونه دیگه، خانم آقای خواستاری، یک خانمش دارابی جز اصلی ترین ما بود، اصلا تردبیل روزنامه قلم معلم بود، هفته‌نامه قلم معلم بود. اصلا ما به محدودیت خانم دهقان مال امروز نیستش، خیلی ها، چون خانم باتر همیشه دو قانون بوده. نه ما اصلا هیچ وقت اصلا این که دیدگاهی جنسی داشته و جنسیتی داشته باشیم، اینکه اینا شخص اول بودن، شخص سلیمی زور همه کاره قانون شده، خانم اسفندیاری، خانم حیدری و خانم اینا همشون آدمای خوبی بودن و الان نه من هیچ کارم. اما اون این چون من حساس بودم تو دنیا نگاه کردم، تو اروپا هم الان مثلا که آزادی در واقع رها شدگی و آزادی سیاسی و عذابشن، تقریبا زنان فعالشون نسبت به مرداشون کمتره. حتی من عکسای اروپا رو همه رو دیدم، مثلا تاثیرگذاران سیاسی یکی دو سه تا کشورن تعداد مجلساشون تعدادشون مساوی، زنا عموما تو کارهای سیاسی اجتماعی مدنی تعدادشون کمتر از مردانه، هزینه های کمتر هم میدن، تعداد آمار مثلا تو سیاسی هم زندانی های کمتری داریم، تو اینا هم کمتر داریم. حالا به دلیل همون فرمایشی که شما میکنید یک موانع، حالا تو کشور یعنی شما موانع ساختاری داره در اون قانون ها؟ اصلا نداره، تو قانون ما نداره، اصلا داره تو احزاب و اینا هستن. الان تو احزاب هم زنا فعال بودن تقریبا، الان همین خانم چه آذره هست، خانم نقی هست. یا مثلا طرز نوع رویکرد مردهایی که قانون صنفی بودن تاثیر منفی نداشته؟ ما بچه‌ها ما نداشتن، بچه‌ها قانون اصلا کسکل جنسی نداشتن. همین آقای عبدی با دو تا خانم از اونجا می اومد همیشه. شما خوبتون واقعا دو تا خانم پاکزمیر خوب، اصلا هیچ وقتی من اصلا حتی طرح سوالم برام پیش نیومده. مثلا طرحی که آقای حبیبی می خانم پاکزمیر مثلا اگه این شدن اصلا ذهن نبود، مثلا یا خانم سپهری یا خانم فلان، اصلا یا سلیمی یا اسفندیاری یا دهقان، فرق دهقان با شوهرش مثلا سلطانی مثلا نیومده. به ظاهر من هیچ کدوم از بچه‌هامون نیومده، حتی قشقاوی و آقای مثلا اونا که مذهبی ترم بودن با آقای کمالی این نگاه رو نداشتن. و ما با همین تو همه جا که بودیم زنان نقشای مجری هامون بودن، تو هیئت مدیره هامون بودن، رأی اگه نیاورده بعضی از هر چون کاندیدا شدن رأی آوردن برات، یعنی اگه نشدن مردایی بودن که کاندید شدن رأی نیاوردن، اما زنا اگه کاندید شدن رأی هم آوردن. این نکته دیگه این که یه ذهنیتی توی بعضی فعالین صنفی توی قانون و شورا و اینا هست که معلمان رو در نقش رهبری جامعه میبینن و نگاهشون نسبت به
شورای هماهنگی یا کانون‌های صنفی اینه که خب اینا میتونن نقش رهبری سیاسی جامعه رو بازی کنن. توی نوع ادبیات شما بعضا این رو دیدم، میخوام اینجا شفاف باشه، یعنی شما همچین نگاهی دارید؟ آره، که بازش کنید این نگاه رو ما توضیح بدید. ببین، من بارها گفتم توی شورای هماهنگی که مثلا 30 نفر بودیم و الان هم روی کار تعدیل، من با امتحانم نمیشه گرفتم، امتحان میگیرم. اون تو همون مجلسی گفتم این امتحان کردم من. اگه همون آدما رو، شعبانی رو، افتحی رو، قدیمی رو، عادلی رو، اینا رو، شما رو، من و آقای بهشتی و اینا رو تو هیئت دولت جمع کنیم، قطعا از هیئت دولت سری شک ندارم، یعنی شک ندارم از این بچه‌ای که الان اومدن وزیر شدن، شک ندارم اصلا از زیر آموزش پرورش میگم انگوش کوچیک منم نمیشه وزیر آموزش. خب این که دلیل نمیشه، اینا نه ناکارآمدی خیلی ایناست ما دیگه. کار نداریم. ما وقتی میگم وقتی ما قدرت شورای به خود شورای هماهنگی، قانون حالا نه، قانون ها نه، اما شورای هماهنگی به قدرت اون شورای ما داشتیم از سال 81 و 2 و بچهای نماینده 10 استان می اومدن و بعد اینجوری و روش 6 ماه تشکیل دادن، یک افراد فریخته تمام عیار بودن. اصلا من به معتقد به عملش صنفی هستم، به اینکه میتونی این شورای فقهی کشور ما دلیلش من تو زندان نداره دادم میدان دیگه، من تو زندان درگیر بود دیگه، این مسئله درگیری داشتن مجاهدین با مثلا با اصلاح طلبها دعوا داشتن، اصلا قبل از من دعوا داشتن. من اومدم اونجا گفتم آقایون، آقای قنبری گفت به تو بچکنی، گفتم ما حوصله از واقعا نمیخواستم، تو با تجربه تر از من بودن، بزرگترا بودن، اینا بودن با سابقه، گفت نه تو بیا حالا اینجا تو من کان دیگه من خیلی تقریبا من باهایا و غیره و اینا من آورد. من گفتم شعار چی؟ گفتم شعار من یه شعاری دارم که ما منافع مشترکمون، ما باید رو حداقل مشترکمون عمل کنیم. آقا تو قانون ما اینو عمل میگیم دیگه. یک، تو زندان گفتم یک، ما انسانیم، پس منافع مشترک انسانی داریم. دو، زندانی هستیم، پس منافع مشترک زندانی داریم و قوانینی هست که درباره ما باید اجرا بشه. همین بس دیگه، من چی میخوایم بکنیم؟ من اگه نماینده از این سه اصل دفاع میکنم، اصل انسانیت، اصل زندانی و اصل قوانین زندان درباره من منظور این که شورای هماهنگی چطور میتونه رهبری سیاسی این جامعه رو بعد وقت دولت صنفی باشه میتونه دیگه، چرا نتونه؟ نه تو همین فضا میگم منظور نمیتونه، اما شما ایدالیستی بهتر میکنید. منم میدونم اون نمیشه، اما برای اینکه بگیم شما آدمای مهمی هستی، من یه روز برای بچه‌ها می‌خواستم آدمی مهم هستی، کاندید تهران شدم، تبلیغاتم 3 روز بچه‌ها در من 61 تهران شدم، می‌خواستم به بچه‌ها میدونم من نماینده نمیشم، اما خودم بچه‌ها مثلا فردا کردن دیدم تحویلم میگیرن من دوست دارم، به من کوچیک نگاه نمی‌کنن. من برای که شورای هماهنگی رو بگم چرا ما کشور تکون دادیم، ما سال 85 جریان احمدی‌زاده بردیم به زاویه، ما 1 سال احمدی‌زاده زمین گیر کردیم، مردم نفهمیدن. ما دیگه مقصر ما نیستیم، ما میتونیم رهبران جامعه باشیم، و اگه صنفی باشیم، ما صنف فرهنگیان، صنف دانشگاهیان، صنف دانشجویان، صنف کارگران، شورای رهبری کشور و اداره کشور راحت. حالا که اعضا اجازه نمیدن اونا ما صنف میتونیم. من هنوزم معتقدم آره این دیکتاتوری فکری دیکتاتوری نیست، اندیشه‌ایش که بهش من رسیدم تو از 20 سال. اگه بیایم نخبه‌های ما و این اصل معلم، من الان با آقای ابراهیمی بودم، گفتم معلم تو هر کاری رفتن موفقن، تو هر کاری نترس، هر کاری شروع کنی باقری شروع کرد آقا شد، اون یکی شروع کرد آقا شد. همین بوداقی اومده بود گفت خونه میفروشم، گفت اصلا 1-2 تا فروشه از جای معلمیم شده. ما میتونیم معلم‌ها به عنوان آدمای دانشگاه باسوادی، ما هممون باسوادیم. حالا یه نکته اینجا پیش میاد اینه که با این نگاهی که در واقع سمپاتی خیلی زیادی که شما به قانون دارید، به شورای هماهنگی دارید، به ویژه تاکیدتون بیشتر روی اون در واقع گذشته است، یعنی مثلا به هر حال یک نوع علاقه ویژه‌ای نسبت به قانون‌ها و شورا در شما وجود داره، در گفتارتون نمایانه.
شاید این الان هم که اشاره میکنید، همین اشاره الانتون هم که نسبت به شورای هماهنگی کردید و بخش رهبری، خب نمایان این سمپاتی و این علاقه. منتها یه سوال پیش میاد که شما تقریبا بعد از 99 تا 1401 تا جایی که بازداشت 1401 پیش اومد، یک گروهی رو درست کردید به نام شورای عالی فعالان صنفی. خیلی محل مناقشه زیادی توی مجموعه بود، هم تو شورای هماهنگی باعث بروز بحث‌ها و جدل‌های جدی شد، هم تو خود کانون صنفی معلمان تهران که جدل‌هایی رو در واقع ایجاد کرد. خودتون چطور توضیح میدید این همچنین؟ چیز عجیبه این با نگاه اونو، اصلا اونو که بازداشتن هم به خاطر این سه گروه بود تو بازداشتن کردن. یعنی الان خود شما اشاره کردید، کمیته شورای عالی فعالان صنفی و همین شورای نخبگان فرهنگی. من اینو اصلا تو مقابله با قانون داشتم، برای کمک به قانون داشتم. من دیدم نیروهای صنفی بازنشسته در کشور 200 تا من عضو کردم، 200 نخبه‌های آموزش قانون رو و یه جور در واقع موازیکاری به حساب نمیاد، انشعاب به حساب. نه این خب من که میل قانونی دارم و منو بشناسم، من نشناختم. من می‌خواستم موضوع فکری اینا باشه. نه در هر شرفه یکی دو تا از اینا بودن. به نظرت موفق بود؟ یعنی تونست بازداشت فکر؟ نداشتن اینا، نداشتن. اونم اگه بودم موفق می‌شدم. کی نداشت؟ حاکمیت ما صد منو برد گرفت، انحلال کرد، یکی بهشون گفت. اصلا اون 200 نفر را که بازداشت کسات از رو آمار من بازداشت کرد، از شبکه من بازداشت کرد، نخبه ها رو گرفت. غیر از شما کسی هم بازداشت شد از اون گروه؟ 401 خیلی بازداشت شدن. 401 که خب اون فعالین صنفی بودن که برای تجمعات بازداشت شدن. رفتی به اون شورا، از همون شورای شما همون به من گفت دیگه، اصلا همون به من گفت علت شورا کمیته اون گفتن شما رو بازداشت کرد سر کمیته معلمان یا همین شورا؟ نه خیلی ها از اون آمار بازداشت کردن، چند نفر بازداشت شدن بود. ما یه بازداشت بین نزدیک به 150 فعالین صنفی سراسر کشور بین بازه اردیبهشت تا تیر ماه بازداشتی داریم. خب ولی اینا عمدتاً بحثشون سر تجمعاتی بود که نه اینا سر اون آمارش از اون گرفته بودن. اینا فهمید، من همین قبل از این گفتم به شما که اینا تو 3-4 تا موضوع حساسیت داشتن. یک، این شورای عالی فعالان صنفی که من ساخته بودم و قید کردم یه روز بازجویی آمار گرفتن، اینا کمیته آزادی زندانیان آمار گرفتن، فلان کردن و یک مسئله دیگه که گفتم این من معتقد بودم این درک تو قانون ایجاد بشه که باقانی نمیاد توی روبرو قانون بشه، باقانی عضو قانونه. خب چرا تو قانونی همچین خب من به خیلی گفتم دیگه نمیشینید که گاهن رفیق آقای میرزا کوچک میاد میرزا کوچک رو میزنه، یارو ترورت میکنه، دوست خودت ترورت میکنه. این فهم در اونا وجود بیاد که من اینا رو جمع کردم گذاشتم کنار، حمایتشون میکنم، اسمشون مطرح کردم، جلسه باشون میذارم، ارزش بهشون میدم که یه جایی برای اینا حفظشون کنم. فکر میکنید که اما بعد فهم باعث تضعیف شورا نمیشد؟ نه اصلا تقریبا شورا بود، هستی فکری شورا بودی. این هستی فکری شورا بود. آقای باقانی ببینید مثلا اسم ببریم دیگه، اشکال نداره. آره نه آقای خاکساری که یکی از مخالفین جدی حداقل این شوراست، تو اون گروه شما داره فعالیت می‌کنه. اون گروه ما، شورای ما اون کولوباری از تجربه رو داره. یا کسانی که مثلا از جای مختلف بودن و با این شورا، با این ببین قبول داره دیگه، به هر حال بعد از 95 بعد از مجمع عمومی 95 که شورا، حالا ما مفصل بعداً به بحث شورا میپردازیم، میخوام اینجا الان بحث شورای عالی فعالان صنفی رو ببندیم. بخاطر من مثال میزنم، بعد از سال 95 که مجمع عمومی بوجنود برگزار شد، در واقع یه جور انقطاعی هم تو شورا بود تقریبا، چون اونجا تغییر اساسنامه اتفاق افتاد، شورای مرکزی تبدیل به هیئت مدیره شد تا قبل خراب شد اونجا. حالا کار به درست غلطش ندارم، من اونجا خود من تو بحث شورا میریم سراغ اون مفصل صحبت میکنیم، کار به اون ندارم. میخوام بگم یه تغییر ایجاد شد. افراد قدیمی تر شورا مثل شما، مثل آقای شعبانی اصفهان، مثل سماجت مثلا فارس، اینا یه موضع‌گیری هایی رو داشتن بر علیه این روند شورا. خب شما همه اونا رو جمع کردید تو شورای عالی فعالان صنفی و اون چیزی که برون داد از شورای فعالان صنفی میمد بیرون
تخریب شورای هماهنگی بود. یعنی برونداد این به نظر میرسه. اصلا این نبود. خودتون قبول ندارید؟ نه اصلا هدف من این نبود و به این نمیشه. اگه میشد بازوی در واقع پشتوانه کلی شوراها میشد برای آیندهشون. این قد نداشتن حاکمیت رو به هم زد. من میتونستم بقیه‌اش جمع کنم اما درگیر حاکمیت دیگه نشدم. بخاطر اون الان دیگه تحت شاه قرار گرفت. ولی من هنوزم تو این هستم که باز دوباره اینا رو جمع کنم. مثل همین کار شما رو من اعتقاد داشتم که باید این سرمایه گیری جمع بشه. چون من از یک زاویه اینو میبینم. وقتی زاویه دیگه دیده بشه این به یک چیز دقیق میرسه، اصلاح میشه، بازسازی میشه و ثبت میشه. اینی که نه، من مخالفه. من هنوزم به اون سه تا کار کردم ایمان داشتم، با فکر این کار انجام دادم. سال 1401 یعنی اردیبهشت ماه که به هر حال همزمان من و جعفر و رسول بداغی جعفر ابراهیمی و رسول بداغی بازداشت شدیم. شما هم بازداشت شدی با ما. البته ما موقع خبر نداشتیم شما هم بازداشت شدی، بعداً تو بازجویی‌ها متوجه شدیم. محور بازداشتتون، جریان بازداشتتون چی بود؟ یعنی اون 2 هفته بازداشت بودید دیگه، درسته؟ تقریباً. روند بازداشت علتش چی بود؟ شرایطی که پیش اومد اگر دوست دارید بهش اشاره بکنید. این آخرین بازداشتتون بود دیگه تا اینکه ببرن اوین. آره دیگه. بعد از که این همون سال 401 دیگه. 401 11 اردیبهشت شاره مثلا 6 صبح بود. شما 11 اردیبهشت گرفتن، ما رو 10 اردیبهشت گرفتن. ما 11 گرفتن. 11 گرفتن. همزمان بودید فکر کنم. نه شما هم 10 اردیبهشت بودید. آره 10 اردیبهشت. 11 اردیبهشت. چون 11 اردیبهشت بود. حالا نمیدونم. همون 10 اردیبهشت بوده، همزمان با ما بازداشت بوده. چون فرداش روز معلم بود. بعد از اینجا که فرداش روز معلم بود من یادم موند. حالا اگه 10 بوده شاید من اشتباه. اما صبح روز 11 شاید اینجوری من اینجوری فکر می‌کنم. حالا که میگه شما 10 بعد اینو ببینم. روز اون اومدن ساعت 5 رو به 6 بود تقریبا. خونه 6 صبح. من و خانمم تنها بودن، دخترم رفته بود مدرسه. بعد روزم به ماه رمضان بود دیگه. بله ماه رمضان. ریختند و ما رو گرفتند و خونه‌ام تحت خیلی شدید به هم زدن و کتابو و نوشته‌ها و بردن. 2 تا ماشین بودن. بعد بردن دیگه اوین و اینطوری. بازجویی برخوردی هم پیش اومد؟ برخوردهای نه دیگه. وقتی رفتیم اونجا و صحبت کردیم اینا، بعد دیگه تا ظهر اونجا با صحبت و اینا و آقای قاضی مرادی، حاجی مرادی و اینا نوشتن و گرفتن و این حرفی که میکنن دیگه. بعد ما رو بردن تو 201 و 209 اون دیگه شرایط انفرادی. نه منظورم تو این یکی بعد اومدن گفتن ضرب و شتم هم داشته تو این یکی آخری. فشار آقا تو خونه بدجوره وحشیانه ریختن. تو خونه وحشیانه ریختن و در قول دادن خانم من مثلا فشار آوردن، در بسته بودیم اینا، گریه و زاری و این حرفا، به همه چیزو به هم زدن و تا خواب و اتاق بدان و اینا رو. دونی نیم ساعت میشه طول کشید دیگه تو این بازجویی‌ها. بعد که دیگه بردن، بعدش که دیگه رفتیم دیگه اونا محور صحبتاشون رو برعکس رو همین 3-4 تا چیز بود که اونجا من به طور کلی بحثشون یکی شر شورای صنفی عالی بود. چرا تو این کار کردی؟ اینا باز ما یه فتنه میشن، اینا افراد فلانن، اینا اینجوریان، اینا بازجوی قانونن، تو قانون تقویت کنی، این حرفا. که من امیدوارم این عجب گروه خوبیه که اصلا درست شده، اینا ازش ترسیدن، چون همه نخبه ها هستن. اون نخبه های شورای عالی در واقع فرهنگی رو که خیلی بودن، 500 نفر آدم بودن، همه داره کار فکر. من اونجا هم کار فکری میکردم، فقط ما مسائل فکری اندیشه‌ای، مثلا مقالات مثلا آقای نیک نژاد و اینا من عضو کرده بودم، چند تا وزیرا بودن اینا، معاون وزیر و این عبادی و غیره. این سر این یک جلسه بحث و 2 جلسه، سر اون یک جلسه بحث و 4 جلسه، سر افراد مثلا دیگه، سر لیدرهای شهرستان ها و لیدرها و اینا، و بیشتر از همه سر کمیته آزادسازی زندانی ها که اصلا گفتم بابا این کمیته اصلا هیچ ربطی به قانون نداره، هیچ ربطی به شورای هماهنگی نداره، این مستقل، آدماش هم مستقلن، کمیته هاش هم. من قصد داشتم با این کمیته که ساخته بودم 7 کمیته تو این افرادی مثلا که اصلا نه قانونی نه شورای عضو باشن. این خیلی کار بزرگی بود.
یعنی من افرادی رو ورود کرده بودم بی کار سنفی، بعضیشون حقوقی بودن دوست داشتن کار حقوقی بکنن، بعضیشون سیاسی بودن دوست داشتن کار سیاسی بکنن تو این قسمت کمیته آزادسازی، و بعضی اهل گفتگو حرف زدن بودن، حرف بزنن. افراد تو چیده بودم، دفترم بردم، متأسفانه اون دفتر نمیتونم دیگه بگیرم اگه ندن. کمیته رو که من چیده خیلی روش فکر کرده بودم، با شناخت از شهرستان داشتم این کمیته و بیشتر این سر این 5-6 تا مسئله بود که تو چه کاری که مثلا این شورا رو این شورای عالی فعالان رو تو چه کاری که کمیته رو ساختی، تو چه کاری که مثلا این افراد با تو ارتباطن، تو چه کاری که اینا سکوت کردن هیچی نمیگن. و من امیدوار شدم که اینو مثلا مایه خوشحالی کانون میشه و مایه خوشحالی بچه‌ها میشه و اینکه همه نیروها رو با هر تفکری اما معلم بودن شما جذبشون کرد. من مثلا شاید نزدیک به 1000 نفر اینجا جذب کرده بودم، چیزی قبلا براش باید سرمایه میذاشتیم کار کنیم. من 1000 نفر رو نوشته بودم اسمو و جذب کرده بودم. 500 نفر میگم تو اون شورا، 200 نفر تو این شورا، 700 نفر تو این کمیته، 7 نفری داشتم، تقریبا 100 نفر تو این جذب کرده بودم. یعنی من تمام نیروهامون رو از شهرستان‌ها و جاهای دیگه آورده بودم توی مسئولیت داده بودم. من می‌دونم این مسئله مهم مرد فراخور رو شناختم و اونا فهمیدم، خوب فهمیدم نظر من و دستشون دادیم. اما تاسه این نگاه که شما گفتید این دیگه باعث از من ناراحت نمیشم چون الان من چون به عنوان سوال مطرحه سوال خوبه که اینا رو میگید، مثلا این مسائل رو خوبه، اما اینا بفهم. آقای حبیبی شما باید این متوجه باشید که وقتی اونا واکنش شدن ما این ور تقویت کنیم. الان سال 1403 ایم، شما هم در واقع بعد از تقریبا 23 سال توی این مجموعه دارید فعالیت میکنید. به عنوان سوال آخر، توی اون بحث نگاهتون نسبت به شورا که رهبری جامعه مطرح شد، به هر حال میشه چشماندازی رو دید توی این نگاهی که آقای باقانی داره، ولی به عنوان آخرین سوال دوست دارم بدونم که آرمانتون نسبت به فعالیت صنفی، کانونهای صنفی چیه؟ یعنی دوست دارید چه اتفاقی بیفته و باقانی کجای این آرمان، این برنامه، هر چی اسمشو بذاریم قرار داره؟ من که به عنوان یک کسی که فعال توی زمینه است، چون ما دیگه موقعیتی ما میتونیم تو پشت صحنه تو یه جایی باشیم که تجربه همون نساده، مثلا 50 نفر اینجوری داشته باشیم که تجربه های من به کار میدانی خیلی مهم میدونم. تو میگم به عنوان آخرین سوال هر نکته‌ای هم که یه وقت تو بحثا نیومده دوست دارید حتما اشاره کنید. این که دوست دارم ما 50 تا از آدما جمع بشیم الانم، و این که میگم رهبری جامعه رو ما به دلیل هم تعدادمون 1 میلیون آدم میتونن 80 میلیون آدم اداره کنن. این خیلی اوتوپیایی نیست، خیلی رویا نیست. 1 میلیون آدم باسواد فرهنگی قوی و یک قانون که حالا تو بیرونش مثل قانون وکلا استقلال کامل داره. من هر جا رفتم تو واجبم سر استقلال قانون میگم قانون مستقل، و اینا قسم میخورم قانون مستقله. من به نیروی قانون ایمان دارم. من یه مثالی بزنم، یه روز آقای خاکساری از اونجا اومد مکه اومده بود تو تربیت معلم دعوت گرفت همه ما رو در مورد اوین درک. شب اومده بچه شهرستان خیلی اومده بودن قوی فلان. من میخواستم تست کنم اینا رو به عنوان دبیر شورای هماهنگ. گفتم حیف اینا اومدن این جلسه بذاریم. پر اطلاعاتی بود، همه دیده مثلا ظاهرا اومده بودن یا خودکار خودش دعوتش کرده یا اومده بود. من یادمه به 30 تا 31 دو تا دوستان یا بچهای کانون در گوشی یک وعده ای دادم، گفتم فردا کجا؟ هیچ کی دیگه جز من و تو نمیدونه. باور میکنی 100% امنیتی بود درست. و ما جلسه رو برگزار کردیم کجا؟ تو مرقد امام. و از توش بیانیه اومد بیرون. یعنی شورای هماهنگی تو مرقد امام، کمیته‌ها تو غرف‌های مختلف تشکیل شدن و اصلا امن‌ترین شورای هماهنگی درست کرده و بیانیه دادیم. ثبت کامل.
دقیقا روزش هم روزی که خاکساری اومده بود. این نیرو رو از که هر اصلا 2 تا 60 آدم، این نیروی مورد اعتماد اینجوری فریختر کجا میتونی پیدا کنی؟ هیچ جا. من هنوزم اگر این مسائل حالا کوچیکی، علت البته بعد از کوچیک موقعیت های بزرگ گرفتن، این عیب همه جای دنیاست. ما باید بتیم آدم های پرتوانمون مسئولیت های خوب بگیرن، بتونن کار کنن و امیدوارم روز به این برسیم. هنوزم من به قانون امیدوارم، هنوزم اون مجلس صنفی رو پیگیری میکنم یا بتونم. البته من چیزی که نمیتونم قصهش نمیخورم، چون تمام تلاشمو میکنم برای کاری که دارم، هدفی که دارم. تو ته خطشم که زندانه و اوینه و نمیدونم کجاست رفتم و بازم میرم. من این دفعه که اومدم بازداشتم بودم، من دیگه برای مردن من دست شما کشته بشم، کیف میکنم از این دیگه. قبلا آرزو داشتم تو کلاس بمیرم، واقعا یه زمان آرزو داشتم تو زندان بمیرم، اما الان آرزو دارم به دست شما کشته بشم. یعنی دیگه ما عمرمون رو کردیم آقای حبیبی، با این نگاه ما کار کنیم که ما با کانون اولا وفاداریم، دوست داریم، معلمان رو دوست داریم، بهشون ایمان داریم. اما خب فقر و فشار و استبداد و اینا تاثیر نمیذاره. فقر نمیذاره، در آدم رو در میذاره، استبداد نمیذاره، زندان نمیذاره، تنهایی نمیذاره. چرا دیگه آدم رو گاهن این فشارهای بیرونی خورد شد.